با آسیا بازیگر 16 ساله ترکیه و ستاره اینستاگرام آشنا شوید. آسیا متولد 15 اپریل 2005 در استانبول ترکیه، تیپ بدنی باریک و قد 5.5 اینچی با موهای قهوه‌ای و چشمان مشکی دارد. آسیا یک غیر گیاهخوار است که عاشق همبرگر و پاستا است و نوشیدنی مورد علاقه‌اش آب پرتقال تازه است. بازیگر مورد علاقه آسیا تام هنگس و بازیگر زن جنیفر لارنس هست، در حالی که خواننده مورد علاقه او مایلی سایرس و فیلم مورد علاقه او ماموریت غیر ممکن هست. او همچنین از طرفداران پرپاقرص فوتبال هست و مقصدهای مورد علاقه او برای تعطیلات پاریس و تایلند هست. آسیا یک حیوان دوست است و یک سگ و یک گربه را به عنوان حیوانات خانگی خود دارد. او به چندین زبان از جمله انگلیسی، هلندی، آلمانی و فرانسوی صحبت می کند. آسیا در حال حاضر مجرد است و دانشجوی دانشگاه امستردام است. او 2.3 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام و 1,551,000 دنبال کننده در توییتر دارد. آسیا با وجود سن کمش در حال حاضر در صنعت سرگرمی نام برای خود دست و پا کرده است و آینده امیدوار کننده در پیش دارد. تا ویدیوی بعدی، بدرود.